یه تهدید بزرگ برای روابط اجتماعیمون توی جامعه مدرن به وجود اومده به اسم فابینگ. فابینگ متشکل از دو تا کلمه تلفن و بی‌محلی کردنه. حالا دقیقاً به چی میگم؟ به فرض مثال داری با پارتنر شام میخوری ولی اصلا حواست نیست بهش، یا مثلا پدر مادرت باهاش صحبت میکنن همینجور داری اینستاگرام رو اسکرول میکنی و اصلا حواست نیست که داره چه اتفاقی میفته اطرافت. این رفتار ممکنه خودآگاه یا ناخودآگاه باشه و نوع پیشرفته تری داره که به فرض مثال مربوط میشه به لایک کردن عکسای بقیه تو اینستاگرام که موجب حسادت پارتنرت میشه. مشکل فابینگ داره تقریبا یک مشکل جهان شمول میشه به واسطه اینترنت، ولی خب باید کنترلش کرد. اولا که بی‌تعارف با کسایی که تو زندگیتون هستن یه تایمی از روزو خالی بکنید و اصلا سراغ فناوری و گوشی اینا نرید و باهاشون وقت بگذرونید. واقعا کمک کننده است، حداقل 1 ساعت در روز. و مورد بعدی اینه که خیلی مرزها رو نشکنید. سعی کنید یه مقدار مرز بین روابطتون وجود داشته باشه. من مبین جویبان هستم و اگه می‌خواید مطالب روانشناسی بیشتری داشته باشی کافیه که پیج منو فالو کنید.